برای نخستین بار افرادی که توانایی سخن گفتن و شنیدن را ندارند با سپری نمودن امتحان سالانه از صنف 12 مکتب سواد حیاتی جوزجان فارغ شدند. قمر زمان، جمشید ذبیح الله و 6 تن دیگر این ناشنوایان جوانان با استعدادی هستند که سعی دارند تا از طریق امتحان کنکور جای پای خود را در جامعه محکم سازند. امروز روز اخیر امتحان سالانه ما است. مضمون بیولوژی را امتحان میدیم. بعد از فراغت میخواهیم که شامل امتحان کنکور شوم و تحصیلات خود مطابق رشته که انتخاب میکنم ادامه بدم. این جوانان ناشنوا با استفاده از حرکات دست و زبان اشاره حکومت را در قبال وضعیتشان در جامعه بی‌توجه خوانده و خواهان دسترسی به حقوق بشری چون تحصیلات عالی و کار در جامعه شدند. آریان کوهکن آمر لیسه سواد حیاتی جوزجان میگوید اکنون 9 تن از این ناشنوایان از این مکتب امروز فارغ شدند. شاگردای بسیار با استعداد و توانای ما امی شاگردای ناشنوایی می بود که خوب جذب میکردن و خوب توانایی جذب داشتن و ناگفتن امانه که در جمله کسایی که شاگردایی که ما داشتیم کامپیوتر اینا تمامشان 12 فصل کامپیوتر کلشان 12 پروگرام یاد دارن. بسیار خوشحال هستند و همین شکل حرکت دستای از اینا شکل چکچک است که از خوشحالی چکچک دارن. مسئولان میگویند همکنون در 3 ولایت کابل، هرات و بلخ 3 لیسه مسلکی ناشنوایان فعال است که زمینه تعلیم برای افراد ناشنوا و فاقد توانایی گفتار را فراهم کرده است. بر اساس آخرین آمارها بیش از 50,000 فرد ناشنوا و فاقد توانایی گفتار در افغانستان زندگی میکنند که 80% آنان به خدمات تعلیمی دسترسی ندارند.